نیستن دیگه. ما و خودت شتیم که یک دیگه ما صحبت میکنیم. خودتون در اونجا دیده بودیش یا نه؟ طبعا به خاطر که ما پیش از اینکه اونجا ببینیم بار قبلام یعنی قبلها هم دیده بودیم چون ما قارب بودیم. فقط یک اونجا که دیدیم حتما دیگه آموزان خوشش آمدیم باز خواستگاری روان کرد. و شما هم دیگه دمو که گفتن منتظر بودین یعنی حالا یا اینا آموزان خو منتظر بود که مادرش بگه بریم پشتشان مثلا خواستگاری، تو منتظرش بودی که بیای خواستگاری یا نه؟ نه منتظر نبودم چون وقتی نمیفهمیدم که حامد جان مرا خوش کرده. باز وقتی که فهمیدم دیگه شون برا بودم که چی وقت دروازه تق میشه. چقدر وقت در بر گرفت امی که خودت تصمیم گرفتی که ازدواج کنی؟ امرای ریحان جان زیاد در بر نگرفت، بسیار کم شد دیگه. وقتش نمیگم مدت کم بوده. تو چند سال طول نکشیده؟ نه سال از ما طول نکشید. یعنی موفقیت دینمی است که مثلا یک مدت کم اینا تصمیم میگیرن که ازدواج کنن که باز اگه وقتش زیاد شونه زیادتر کسا رو میبینین مثلا چند سال طول میکشه بازی